آیا می دانی ترسناکترین چیزی که روز قیامت درباره تو شهادت می دهد چیست؟ همین زمینی که امروز روی آن راه می روی. الله رب العزت و الجلال همان منظر حولناکی روز قیامت را در سورة الزلزال بیان نموده است. چه خوب است ترجمه و تفسیر سورة الزلزال را با هم سماعت نماییم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. سوره زلزال مدنی هست و دارای 8 آیه می باشد. این سوره به اعتبار نزول 93 سوره قرآن کریم و به اعتبار ترتیب مصحفی 99 سوره قرآن کریم می باشد. سبب نزول: کفار و مشرکین مکه از پیامبر نازنین صلی الله علیه و سلم سوال کردند ایان یوم القیامه، چه وقت قیامت برپا می شود؟ الله رب العزت و الجلال نشانه های قیامت را در این سوره بیان کرده است و گفت که علم قیامت نزد من الله است و نشانه های قیامت در این سوره بیان شده است. فضیلت سورة الزلزال: پیامبر نازنین صلی الله علیه و سلم فرمودند سورة الزلزال معادل ربع قرآن است، یعنی کسی که 4 مرتبه سورة الزلزال را تلاوت کند گویا اینکه قرآن را کاملا تلاوت کرده باشد. اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که جنبانیده شود زمین به جنبانیدنی، یعنی سخت بجنبد، سخت به لرزه بیفتد. و اخرجت الارض اثقالها، و بیرون آورد زمین بارهای خیش را، یعنی دفینه ها و همچنین طلا، نقره، جواهرات، همه چیزهایی که در داخل زمین دفن است همه آن را بیرون بیاورد. و قال الانسان ما لها، و گوید انسان چه حالت از زمین را، یعنی زمین را چی شده است که همه دفینه ها، خزانه ها را بیرون می آورد. و زمانی که آن را انسان می بیند نه تنها برای سودی نمی بخشد، به فایده اش نمی باشد، بلکه مایه حسرت و افسوسش می گردد و می گوید که ای کاش به خاطر این مال و متاع دنیا با هم قهر نمی کردیم، با هم ناراحت نمی شدیم، با برادر و خواهر نمی جنگیدیم، با پدر و مادر نمی جنگیدیم، با همسر و دوست و عزیزان نمی جنگیدیم. به خاطر همین مال و متاع دنیا قتل و غارت هم به وجود آمده. به خاطر همین مال و متاع دنیا خفگی ها و ناراحتی ها، تعصب و نجات پرستی ها به وجود آمده است. ای کاش به خاطر این کارهای زشت و ناروا را انجام نمی دادیم، گفته مایه حسرت آنها می گردد. رب العالمین می فرماید یومئذ تحدث اخبارها، روزی که بیان کند زمین خبرهای خود را بیان می کند. همین زمینی که امروز روی آن راه می رویم فردا بر علیه من و شما شهادت می دهد و یا بر نفع من و شما شهادت می دهد. همین زمینی که امروز روی آن راه می رویم اگر اعمال شایسته ای انجام داده ایم فردا روز قیامت اینها به سود ما، بر فایده ما شهادت می دهد. و اگر خدای نخواسته گناه و معصیت و نافرمانی خدا را انجام داده باشیم آنگاه این زمین بر علیه من و شما شهادت می دهد. بأن ربک اوحی لها، به سبب آن که پروردگارت حکم فرستاده به زمین. یومئذ، روزی که یستر الناس، بازگردن مردم، اشتاتا، پراکنده، دسته دسته، گروه گروه، لیروا اعمالهم، تا اینکه نامه اعمالشان برایشان نشان داده شود، نامه اعمال خود را بینگرند، اعمال را که انجام داده آن را بینگرند. علمای کرام بیان میکند که شما در هر جایی که میروین، در هر مسجدی که میروین، بغیر از نماز فرض در هر جایی که فرصت پیدا میکنین اونجا نماز بخونین، یعنی در یک جا سنت ها را نخوانین، در هر جای تیت و پراکنده بخونین و در سرزمین هایی که سفر میکنین در آنجا نماز بخونین. به خاطر همین است که پیامبر نازنین صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که شما به مسجد داخل میشین 2 رکعت تحیت المسجد بخوانین و این مستحب است. تحیت المسجد در هر جای. چرا؟ روز قیامت همین نماز خواندن ما، همون جایی که سجده میکنیم، بر نفع من و شما شهادت میدهد، بر نفع من و شما شهادت میدهد. و اگر خدای نخواسته اعمال زشت و ناکوهیده و نافرجامی انجام شده باشد، از زنا و لواطت انجام شده باشد،
و یا عمل دیگری انجام شده باشد، آن زمین بر علیه انسان شهادت میدهد. رب العالمین میفرماید فمن یعمل، پس کسی که انجام دهد، انجام داده هست، مثقال ذره، هم وزن ذره خیر نیکی را، یره آن را مینگرد، آن را میبیند. ذره وقتی که از روشندان صبحنگام آفتاب که خارج می شود، روشنی به داخل اتاق می آید، در مابین همین روشنی و روشندان ذرات خرد کوچکی به چشم ها نمایان می شود. این امور میگه چیزهای خرد و کوچک او را ذره میگه، یعنی به مقدار یک ذره هم نیکی انجام داده ای او را میبینی، نامه اعمالت به دست داده می شود و سبب خرسندی و خوشحالی تو مؤمن و مسلمان می شود. و اگر خدای نخواسته و من یعمل مثقال ذره، و کسی که انجام می دهد، انجام داده است، مثقال ذره، هم وزن ذره شرا بدی را، یره آن را می بیند. اگر بدی هم به مقدار یک ذره انجام داده او را هم می بینید. پس چی خوب است عزیزان گرامی متوجه اعمال خیش بشویم. این سوره برای همه من و شما پیام دارد. پیام این سوره برای من و تو جوان مسلمان، برادر مسلمان، پدر محاسن سفید، مادر پیچ سفید، خرد و بزرگ این است که بیایید به سوی الله رجوع کنیم، بیایید رضایت رب العالمین را به دست بیاوریم، بیایید کاری را انجام بدهیم که سبب خوشنودی و رضایت رب العالمین بگردد. پس پیام این سوره برای همه من و شما این است. خداوند عزوجل برای همه من و شما توفیق عمل کردن نصیب بفرماید. خداوند عزوجل این طاعات و عبادات و این درس و تعلیم ما و سماعت نمودن شما عزیزان را به درگاهش قبول و منظور بفرماید. خداوند عزوجل خاتمه همه من و شما را با ایمان بگرداند، جای همه من و شما را جنت الفردوس، جنت المعلا نصیب بگرداند، دیدار خودش و دیدار پیامبر محبوبش صلی الله علیه وسلم را و همه من شما در جنت نصیب بفرماید. آمین یا رب العالمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.